سلام. امروز میخوایم واسه ماشین، مانیتور، دوربین دنده عقب و 2 میدرنج نصب کنیم. در ویدیو قبلی دیدید که واسه ماشین ساب باکس نصب کردیم. امروز میخوام این کارا رو انجام بدم. برای اینکه دوربین نصب کنیم، از گردویی که همراه دوربین بود، محلی که قرار دوربین رو نصب کنیم رو سوراخ میکنیم. بعد اینکه محل قرارگیری دوربین رو سوراخ کردیم، دوربین رو سر جای خودش نصب می‌کنیم. خروجی دوربین 2 پورت است. یه پورت واسه تغذیه 12 ولت و یه پورت واسه سیگنال تصویر. پورت قرمز رنگ واسه تغذیه 12 ولت و فیش RC زرد رنگ هم واسه سیگنال تصویر هست. خب برای اینکه سیما رو از پشت در صندوق عقب عبور بدیم، باید از فنر سیم کشی استفاده کنیم. همونطور که میبینید با فنر سیم کشی 2 سیم تغذیه و سیگنال دوربین دنده عقب رو میکشیم. برای اینکه موقعی که دنده عقب میگیریم دوربین فعال بشه، همراه دوربینی که من گرفتم، البته در بعضی از دوربین ها وجود نداره، کنار فیش RC یه سیم قرمز رنگ وجود داره. این سیم قرمز رنگ باید به مثبت 12 ولت باتری وصل بشه. از اون طرف که سیم قرمز رنگ وجود داره، باید به سیم سنسور دنده عقب مانیتور نصب بشه. برای تغذیه دوربین دنده عقب میتونیم از برق 12 ولتی که پشت چراغ عقب وجود داره استفاده کنیم. خیلی خوب، تا این مرحله اتصالات و سیم کشی دوربین دنده عقب انجام دادم. سیما رو از کف ماشین تا پشت مانیتور آوردم که از زیر کنسول رد شده. بعد کارهای سیم کشی میریم واسه نصب مانیتور. برای نصب مانیتور 2 فیش وجود داره. 2 سوکت پشت مانیتور میخوره، یه سوکت برق و یه سوکت باندهای ماشین. سوکت باندهای ماشین تقریبا 8 سیم هست، مثبت و منفی، که شامل 4 باند میشه. برای اینکه مانیتور رو روی داشبورد 206 نصب کنیم، باید سیستم تهویه رو کنترل سیستم تهویه رو باز کنیم و پایش رو ببریم تا مانیتور سر جای خودش قرار بگیره. من پورت USB رو داخل داشبورد قرار دادم و فیش RC که از دوربین میاد، یه فیش وصل میشه به فیش زرد رنگ خروجی مانیتور و اون یکی هم که گفتم به سنسور دنده عقب مانیتور وصل میشه. خیلی خوب، نصبمون تموم شد. یه تستم بگیریم و بریم واسه نصب میدرنج.
خیلی خوب، بریم دوتا میدرنج هم نصب کنیم که صدامون تکمیل بشه. الان دوتا میدرنج داریم، دوتا سوپر، دوتا تویتر و یه دونه ساب. خیلی خوب، من باندا رو به صورت فابریکی سر جای خودشون قرار دادم. برای باز کردن روکش درام باید دو تا پیچ، یه پیچ که وصل میشه به دستگیره در و یه پیچ هم که بغل آینه قرار میگیره. این هم صدای میدرنجامون که صدای نسبتا خوبی داره، نسبت به قیمتش واقعا خوبه. خب تموم شد. امیدوارم دوست داشته باشید. بدرود تا ویدیو دیگه.